بهش میگن لبه کباب. ما شمالیا این غذا رو موقع عروسی یا مهمونیای خاص درست میکنیم. در اصل این غذا با گوشت گوسفند درست میشه، ولی میتونین از گوشت گاو یا ترکیبی هم استفاده کنین. گوشتا رو میتونین به دلخواه بزرگ یا کوچیک تیکه کنین. اگه از گوشت گاو استفاده میکنین حتما توش دنبه بندازین که بهش عطر و طعم بده. پیازای خللی خرد شده رو با دنبه ها تفت میدیم، کم کم آب میریزیم تا قندی که از پیاز آزاد میشه اونو کاراملی کنه. وقتی سبک شدن بهشون روغن اضافه میکنیم و کامل که تله‌ای شدن سیر ریز خرد شده رو هم باش تفت میدیم. گوشتا رو هم اضافه میکنیم و کمی تفتشون میدیم تا تغییر رنگ بدن. بعد 3-4 دقیقه نمک و ادویه ها رو هم اضافه میکنیم. 2 دقیقه تفتشون میدیم تا عطرشون آزاد شه. با فلفل تازه طعم این غذا عالی میشه. حالا دوباره پیاز خللی اضافه میکنیم و این بار فقط با مواد مخلوطش میکنیم و در آخر آب میریزیم و میذاریم رو شعله ملایم تا حدود 2 ساعت بپزه. یه رو با آخر پخت آب نارنج تازه میریزیم تا مزه شیرینی پیازو متعادل کنه. این غذا در عین سادگی یکی از محبوب ترین غذاهای ما شمالی است. بس که خوشمزه است. برای تزیینش هم میتونین از زرشک استفاده کنین. و لبه کباب خوشمزه ما آماده شد. نوش جون.